لیگ برتر روسیه در موسم فوتبال 2022-23 هفته گذشته شروع گردید. از دسته‌های نوی که با پریمیر لیگ از لیگ فوتبال ملی روخت گرفتند، یکی تورپدوی مسکو میباشد. همون تورپدویی که در زمان شوروی موقع منزلتش به عرش اعلا میرسید. همکنون این دسته با یک فوتبالباز تاجیکستانی محمد سلطانوف باز به قطاره دسته‌های بزرگ فوتبال روسیه سوار شد. در بازی اولش با سوچی محمد 72 دقیقه در میدان هنرنمایی کرد. محمد سلطانوف کیست؟ محمد سلطانوف سال 1992 در نوحه یوون به دنیا آمده است و 29 ساله میباشد. سال 2002 اهل اویلا برای زندگی دائمی به شهر کامنکی ولایت پنزه فدراسیون روسیه سفر کردند. او در مکتب مهارت عالی ورزش تحت رهبری دیمیتری گالکین با فوتبال مشغول شد و از میان 1000 نفر فوتبالبازان نورس در آزمون اشتراک کرده از جانب دسته سسکای مسکو به هیئت جوانانش پذیرفته شد. چمپیون روسیه بین نورسان در سال 2009 میباشد. در موسم سال 2010 و 2011 و 12 در 48 واخوری به دروازه حریفان 9 توپ زد و خود همان سال به هیئت لوکوموتیو مسکو پیوست. دو موسم در دسته دوم لوکوموتیو بازی کرده، سپس به اسپارتاک نالچیک، توسنو، شینیک، روتور، نیژنی نوگورود و نهایت در موسم سال 2021 به تورپدوی مسکو گزارش انجام داده در 31 واخوریش اشتراک نمود و به دروازه حریفان 15 گل زد. کمک او بود که تورپدو بعد سالهای زیاد از دیویزیون اول لیگ ملی روسیه به لیگ برتر روخت گرفت. محمد سلطانوف در هیچ دسته‌های منتخب جوان 18 ساله و 19 ساله روسیه نیز هنرنمایی کرده در 4 بازی 1 گل به ثمر رسانیده است. امسال مخلص فوتبال تاجیک هنرنمایی این فوتبالباز ممتاز را در پریمیر لیگ روسیه تماشا میکند. وقتی آن رسیده است که برای بهتر هنرنمایی کردن دسته منتخب تاجیکستان در بازی‌های جام آسیا که اولین بار در آن شرکت می‌کردیم، همین گونه بازیگران را به دسته جلب نماییم، زیرا معلوم نیست که دسته‌های روسیه در مسابقات بین‌المللی اشتراک می‌کنند و یا نه. این البته از همکاری فدراسیون فوتبال تاجیکستان و روسیه منسوبیت دارد. همچنین امکانیت هست که در این برابر بهترین فوتبالبازان روس را در این قطار به دسته منتخب کشور جلب نماییم. و نهایت خبری آخرین از کنفدراسیون فوتبال آسیا. این نهاد فوتبالی خبر می‌دهد که 4 اتحادیه فوتبال، اساسیاسیون فوتبال استرالیا، اندونزیا، کره جنوبی و قطر برای برگزاری بازی‌های نهایی جام آسیا 2023 اظهار هوسمندی کردند. تا 31 آگوست کشورها باید کفالت حکومتی را پیشنهاد کنند. پس از آن ماموریت کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از انتخاب و اعلان میزبان جام آسیا 2023 با شرکت 24 دسته بهادهی عمومی درخواست‌ها را دایر می‌کند. قرار درباره کشور میزبان در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 17 اکتبر قبول می‌شود. با همین خبر برنامه امروزی خود را به انجام می‌رسانیم. باقی صحتمند و پیروز باشید. خیر.